دوستان عزیز درود میگم برای شما. آموختن درس های دلیل سنجی رو ادامه میدهیم و بر زمین اون صاحب توفه میشیم. این نوبت با ابزار فلید رادار 24 کار میکنیم. این ابزار برای ما امکانیت میدهد که ما اون طیاره هایی که حالا در هوا پرواز کرده ایستادن نظارت کنیم. یعنی کدام طیاره از کجا به کجا پرواز کرده ایستاده است، کی پریده است و کی فرود میاد و غیره و هکذا. نواری ما رو چند دقیقه کوتاه تماشا میکنید و خودتون شاهد میشوید. دوستان عزیز رفتیم. در ابزار جستجویی گوگل فلایت رادار 24 می نویسیم و تگمه جستجو رو پخش میکنیم. اولین سرلوحه رو باز میکنیم. کمی انتظار میشویم. اینجا خریطه دنیا رو به ما پیشنهاد میکند و رسمچه های طیاره ها وجود دارد. در دلخواه منطقه بالای طیاره دلخواه تگمچه چپی موشک رو پخش میکنیم. برای ما همه معلومات ها رو برآورده میدهد. مثلا همین طیاره. این طیاره ازبکستان است که از سئول به تاشکند پرواز کرده ایستاده است. با وقت محلی سئول ساعت 10:10 و با وقت تاشکند 13:20 پرواز نموده است. ساعت 13:32 با وقت محلی تاشکند فرود میآید. اینجا رقم خط سیر نشان داده شده است. در پایانش تمغه طیاره بوینگ 787-8. خب یعنی که تمغه طیاره نیز نشان داده شده است. چطوری که گفتم این طیاره با ازبکستان شامل است. اینجا درباره این خط سیر و طیاره دیگر معلومات ها نیز وجود دارد. چگونه که معلوم است همه همین طیاره ها حالا در هوا پرواز دارند. طیاره دیگر از دهلی به یریوان پرواز دارد. اینجا ساعت پرواز و فرود، رقم خط سیر، تمغه طیاره و غیره ها وجود دارد. شما سوال دادنتان ممکن است که فهمیدن همه این معلومات ها برای چی ضرور است. برای نفر عادی ضرورت این چیز برای آن است که یگان پیوندش از کجای به کجای پرواز کرده ایستاده است. مثلا از روسیه به تاجیکستان یا برعکس. شما با دانستن رقم خط سیر دیده می توانید که طیاره حالا در کجا قرار دارد، کی پرواز کرده است و کی فرود می آید. به همین نگاه کرده اون نفر را قبول کرده می توانید. اینچنین این ابزار را برای دیگر هدفها نیز استفاده برده می شود. بعضی طیاره های شخصی و حربی رقم خط سیرش و تمغه طیاره اش را پنهان می کند. این ابزاری که ما کار کرده ایستادیم رایگان است. همین ابزار وریانت پلاکی اش را پیشنهاد می سازد که آنجا امکانیت ها درباره پرواز و فرود طیاره ها زیادتر می شود. با ابزار پلاکیش باز دیگر کارها را انجام دادن ممکن است. حالا برای ما بیمزدش یعنی بپولش کفایه است. واقعا این ابزار را می توانید طریق تلفنی موبیلی نیز استفاده نمایید. خب دوستان عزیز، حالا غالبانی درس گذشته را برای شما معرفی می نماییم و آزمون نوبتی را باید که اعلام کنیم. در آزمون درس گذشته وظیفه را اولین شده به ما رخشانه حکیمова میفرستند. دومین شده تخمینه جمعیه که در زیرش مفتونه سلامова نوشته شده است. بعدا یک نفر با نام دانش آموزش فرستادند. خب موافق وعده توفه را رخشانه حکیمова و تخمینه جمعیه یا خود مفتونه سلامova صاحب میشوند. برای دانش آموزش تشکر میگوییم که در آزمون ما شرکت ورزیدند. دوستان عزیز، شما نیز صاحب توفه شده می توانید. با ابزار فلید رادار 24 کار میکنید و قدم هایتان رو اسکرین شات یعنی نمایشگیری کرده آن رو با سراغ الکترونی با حرف های لاتینی salimjon.saidov.93@mail.ru میفرستید. دوستان عزیز، مهلت قبول اسکرین شات ها یک هفته است و چون همیشگی برای اون نفری که جای اول رو اشغال میکنند ما سمارت برسلت و برای اون نفری که جای دوم رو اشغال میکنند گوشمانکی بیسیم پیشنهاد میکنیم. یعنی انیخترش این است که اون نفری که تیز زود با صفت کار رو اجرا میکند صاحب توفه میشود. دوستان عزیز، این کارها خیلی ساده است. من امید میکنم که شما این قدم ها رو اجرا میکنید، وظیفه رو اجرا کرده با ما میفرستید و صاحب توفه میشوید. تا نوارهای آموزشی دیگر، خیر دوستان من.